سلام، به آشپزی بانو خوش اومدین. دوستان گلم، بیاین با هم دیگه کلانی درست کنیم. کلانی یه غذای سنتی سمت کرمانشاه و کردستانه که معمولا توی فصل بهار درست میکنن با پیازچه و پیچک، خمیر، نمک، روغن حیوانی و کره. پیازچه که همیشه هست، پیچک هم یه سبزیه که میرن از کوههای اطراف میارن و تو فصل بهار همون اوایل اردیبهشت و فروردین توی بازار پیدا میشه و میتونین تهیه کنین و درست کنین. برای درست کردنش ابتدا خمیر رو درست میکنیم، میذاریم کنار. بعد از اینکه خمیر رو درست کردیم، پیازچه رو پاک میکنیم، میشوریم، روی یه دونه پارچه تمیز میندازیم که خشک بشه. بعد پیازچه ها رو ریز خورد میکنیم. بعد از اینکه تمام شد روی پیازچه ها نمک میپاشیم و خمیر رو با آوردن پهن میکنیم. توی خمیری که پهن کردیم پیازچه میریزیم، یه قسمتش رو پارچه میریزیم، قسمت بعدی رو برمیگردونیم روی پیازچه ها رو بپوشونه و روی ساج یا اجاقی که سینی روشه میندازیم که قشنگ بپزه. بعد از اینکه پخته شد میتونیم با کره یا روغن حیوانی چرب کنین و با دوغ نوش جان کنین. پیشنهاد میکنم برای یک بار هم که شده حتما درست کنین و نوش جان کنین.